با سلام و درود. ارسال رادیو بیونیک پلاس به مشهد. نکته‌ای که میخوام امروز خدمتتون عرض کنم، رادیوهای آنتنی یه دستگاه الکتریکی هستن که برای یافتن فلزات در زیر زمین استفاده میشن. این رادیو محدوده که مثلا 1000 متر 2000 متر میان توی محدوده 3x3 یا 4x4 براتون محدوده براتون کوچک میکنن، تو اینا بر اساس یون و فرکانس کار میکنن. رادیو بیونیک پلاس 4 آنتن هستش و همراه سیستم تصویر اسکنر. رادیوهای آنتنی باید از امواج رادیویی استفاده میکنن هنگامی که این امواج یا فرکانس توسط آنتنای فرستنده ارسال میشه. وقتی به امواج فلز برخورد میکنن یه امواجی منعکس میشه که توسط آنتنای دریافت میشه. سپس توسط پردازنده دستگاه موقعیت فلز رو به اپراتور نشان میدهد. انشالله که موفق و مؤید باشید.